امتحان گواهینامه که داشتم، سرهنگ پرسید دور زدن کجا ممنوعه؟ گفتم تو عالم رفاقت. لبخند زد و گفت پیاده شو، قبولی. هفته جهانی رفاقت مبارک. بفرست واسه اونایی که تو زندگی ارزشمندن. من که فرستادم. سلامتی رفیقایی که روز قیامت فقط زمین ازشون شاکیه، اونم به خاطر سنگینی مرامشون. به سلامتی رفیقی که وقتی میاد سر خاکم نمیتونم پاشم وایسم. به سلامتی رفیقی که وقتی بهش میگی دلم گرفته بیا بریم بیرون، فقط یک کلمه میگه ساعت چند. این هفته بهترین دوستمه. بهترین دوست تو کیه؟ واسه همه دوستای خوبت بفرست، حتی من. البته اگه دوست خوبیم. ببین چند تا پس میگیری. اگه بیشتر از 7 تا پس گرفتی واقعا محبوبی. دوست دارم دوست خوب من.